آخرهای سال است. امسال هم گذشت. خیلی ها تاختند، خیلی ها باختند، خیلی ها سوختند، خیلی ها ساختند، خیلی ها نفس کشیدند، خیلی ها از نفس افتادند، خیلی ها می خندیدند، حالا گریه می کنند، خیلی ها گریه می کردند، حالا می خندند، خیلی ها آمدند، خیلی ها رفتند. آنهایی که آمدند شاید همیشه نمانند، اما آنهایی که رفتند برای همیشه رفتند. زندگی خیلی سخت است، اما گاهی به سختیش می ارزد. مهم نیست که دنیا خیلی نامرد است، مهم این است که ما مرد باشیم. بیایید قدر همدیگر را بدانیم، نگذاریم از هم دور بمانیم. پروانه به خرس گفت دوستت دارم. خرس گفت فعلا میخواهم بخوابم، هر وقت بیدار شدم حرف میزنیم. خرس به خواب زمستانی رفت و هیچ وقت نفهمید که عمر پروانه فقط 3 روز است. همدیگر را دوست داشته باشیم، شاید فردایی نباشد. آدمهای زنده به گل و محبت نیاز دارند و مرده ها به فاتحه. ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم، به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم برایشان، ولی راحت فاتحه زنده ها را میخوانیم. گاهی فرصت با هم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست. بیاییم ساده ترین چیز را از هم دریغ نکنیم: محبت.